این جمله که اومده میگن که ما حرامزاده، این جمله غلط است. بین هر یک مجوسی که با محرم خود ازدواج کرده است جدا کنید. اگر نکاح آنها را شریعت به اعتبار نمیدانید، یعنی که تا اسلام آمدن شد، این از زن ابوالهب نمینامد در قرآن. وقتی در مکه صحابه اسلام آوردن یا پیامبر وقتی مدینه آمدن اسلام آوردن یا اون قبایلی که اسلام آوردن، یگان که اونها را پیامبر نگفتن که شما از نو نکاح کنید برای که شما نو مسلمان شد. این را از علمای حنفی این اجماع را امام کاسانی و امام ابن همام و ابن نجیم روایت کردن. یه لحظه این پارچه رو با هم ببینیم. ما حرامزاده. خب دیدید؟ فهمیدن میخوایی؟ گوش کن. برادران این شبهه را بسیاری ها در کامنت ها می نویسند. شما که فلان چیزها رو میگوید، این معنای آن را دارد که گذشتگان ما حرامی بودن یا ما حرامی هستیم که از نسل آنها هستیم؟ این فکر غلط است. چرا؟ حالا میبینیم که چگونه دین اسلام دین بزرگ است و چگونه فقه اسلامی تحمل پذیرترین فقه در دنیاست. من برای شما قول علما رو میارم که درباره نکاح مجوس چی گفتن. یعنی که اینجا نکاح پیش از اسلام، خود یهودی باشه، خود نصرانی باشه، خود مجوسی باشه، خود دیگری، تا اون بت پرستایی که در مکه بودن. یک نکته رو خیلی دقت دید برادران، وقتی که علمای اسلام این فتوا رو دادن در اوج قله نیروی خود بودن، در نیرومندترین حالتشون بودن، یعنی از کسی نه ترس داشتن نه هراس داشتن. حدیث از بجال گفتگی انسان است. حدیث امام بخاری روایت میکنن، میگه که كنت كاتبا لجز ابن معاویه عم الاحنف. از بجال نام شخص که کاتبی جز ابن معاویه بود که جز ابن معاویه عموی احنف ابن قیس همون صحابی مشهور. این کاتب میگه که عمر ابن الخطاب رضی الله عنه 1 سال پیش از وفاتش یا استشهادش به ما نوشت. چی نوشت؟ گفت فرقوا بین کل ذی محرم من المجوسی، یعنی بین هر یک مجوسی که با محرم خود ازدواج کرده است جدا کنید. خب اینجا خوب دقت دید. عمر ابن خطاب پیش از وفاتش 1 سال پیش از وفات به همون والیه که در همون منطقه نزدیک به ایران بود گفت شما بین هر مجوسی که به مادر خودش، به خواهر خودش، به فلان خودش ازدواج کرده است جدایی اندازه کن. خب تا اینجا معلوم است. لکه بیایید قول فقها رو نسبت این مسئله ببینیم که فقها چی گفتن. سرخسی خدا رحمت کنه صاحب کتاب مبسوط از بزرگان مذهب حنفی است، میگوید که ولی انکحت الکفار فیما بینهم حکم الصحت، یعنی اون نکاح هایی که کافرها بین خود داشتند حکمش چی است؟ صحیح است. یعنی اون چی که تا اسلام داشتند حکمش صحیح است. بعد از آن امام سرخسی میگن که غیر از مذهب مالک که نکاح آنها رو درست نمیداند، لیکن این قول مالک میگه دلیلی به قوت ندارد. ما میگه به چی دلیل کردیم؟ یعنی ببین دلیل کیوتو میارد امام سرخسی خدا رحمت کنه، میگه که ولکننا نستدل بقوله تعالی و امراته حماله الحطب. یعنی این سوره تبر از هر یک توجیه میدن این سوره رو گفتن که و زنش کی چی بود؟ حماله الحطب بود، که همون ازم کش بود. بعد امام استنباط میکنن میگن که امام سرخسی میگن که ولو لم یکن لهم نکاح لما سماها امراته، اگر نکاح آنها رو شریعت به اعتبار نمیدانید، یعنی که تا اسلام آمدن شد، این از زن ابوالهب نمینامد گفت قرآن. یعنی اون که خود قرآن گفت که این زن ابوالهب است، معنیش این که چه؟ قرآن نکاح آنها رو اعتراف کرد. همین نکاحی که چه؟ یعنی که میرفتن خواستگاری میکردن، رازگی میشد، پدرش دخترش هم توی میکردن، همین نکاح در نظر دارد. چون در جاهلیت خیلی نکاحی باطن هم بود. ببینید امام سرخسی چی گفتن؟ یعنی که خلاصه قول سرخسی چی است؟ نکاح کافر رو بین خودش صحیح است و درست است. ببینید در دانشنامه اجماع در فقه اسلام میگن که یقر الکفار علی انکحتهم التي یعتقدون صحتها حال کفرهم. اقرار کرده میشن کافرها در همون نکاحایی که اعتقاد به صحت اون در حال کافر بودنشون داشتن، یعنی که اگر همون زمان در کفر بودند همین نکاح کردن، همین نکاح صحیح میدونستند و عرفاً در به همون عمل میکردند، نکاحشون اسلام قبول میکند، اونها رو مجبور نمیکند که از نو نکاح کنند. بنابراین وقتی در مکه صحابه اسلام آوردن یا پیامبر وقتی مدینه آمدن اسلام آوردن یا اون قبایلی که اسلام آوردن، یگان که اونها رو پیامبر نگفتن که شما از نو نکاح کنید برای که شما نو مسلمان شدید، بلکه همون نکاحایی که در جاهلیت کرده بودن پیامبر همون نکاحشون چی امرار کردند و امضا کردند. اما نکاحایی که به اصل اسلام موافقت ندارد، فاذا تزوج المجوسی امه او ابنته حال کفره ثم اسلم،
یا مجوسی یا زردشتی اومد به مادر خودش نکاح کرد، به خواهر خودش نکاح کرد، به فلان نکاح کرد، بعد مسلمان شد. بعد چیکار میکنن؟ میگن که اینا جدا کنید. خیلی که فتوای حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه آوردیم. این را از علمای حنفی این اجماع را امام کاسانی و امام ابن همام و ابن نجیم این را روایت کردند، این که در کتابای خود آوردند. یعنی نظری علمای مسلمان این است که بار دیگر تکرار شدم، نکاحایی که پیش از اسلام بود و این نکاح اعتبار میدهند و این نکاح درست میدانند، مگر اون نکاحایی که چی مثل اون که در مجوسی ها بود. لیکن با وجود این به نقطه اساسی اکنون میآید، میگن که و مع فسخ هذا النكاح الباطل فإن نسب الاولاد الذين ولدوا به يثبت لهم. یعنی اون فرزندایی که از این نکاح پیدا شده‌اند اونها حرامی حساب نمیشوند، اونها نسبشون به همون پدرشون میشود. گرچه که این چی بود، همون زمان این مرد با دختر خودش و مادرش و خواهرش و مثلا جیانش نکاح کرد. چرا؟ بنگ کسائر انکحة الشبهه، مثل همین نکاح‌های شبهه. بنابراین هر اون شخصی که تا آمدن مسلمان ها در فلات فارس یا در جاهای مثلا ورارود و این طرف و طرف اگر به همین شکل نکاح مبتلا شده باشد، فرزندای آنها رو حلالی حساب میکنن همچون حکم نکاح شبهه. بنابراین این طرزی که در اولی اون نواری که در پارچه که در اول گذاشتیم این غلط است، این هم به اون پیش‌داوری خودش داور کرده شده است. اما اگر حاضر همین آدم مجوسی میشد یا اینکه زردشتی میشد، طبق دین خودش میگه این چیز برای ما حلال است، میگفت نکاح میکردیم، این چیز همین شکل نکاح میکردن. این جمله که اومده میگن که ما حرامزاده، این جمله غلط است، چون که علمای اسلام چی گفتن؟ حکم اونها حکمی بچه‌های حلالی است، چون که اونها این کار نادانسته از نادانی کردگی هستند، از جهالت کردگی هستند و همون نکاحشون گفتیم مثل نکاح شبهه‌ای که مثالش هم زدیم برای شما. نباید که کسی این شبهه رو مطرح کند، نباید که این سوالا در کامنت نوشته شود. این نشانه نادانی است، این نشانه ندانستن و سرفهم رفتن به فقه اسلامی است. خلاصه نباید که به این فکرهای غلط راه داد، نباید که گذشته خود حرامی گفت، چون که اینجا ما قولای علما آوردیم، از فقه آوردیم. دادن حضرت عمر وقتی این فتوا دادن نگفتن که اونها بچه‌هاشو حرامی است، بلکه گفتن اونها رو جدا کنید از همدیگرشون. یعنی اگر او با خواهرش ازدواج کرده اون از جدا کنه، تمام بچه‌هاشون چی بچه‌هاشون حکم پدرشون رو میگیرن، فرزند حلالی پدرشون حساب میشه. بنابراین این مثلا بعضی نیازرداشتون میاد میگه هیچ خیلی این گذشتگان ما نباشد حرامی بودن، این فکر غلط است. این چنین بعضی بچه‌ای که متاسفانه خودشون مسلمان سخت و مسلمان خونگر میگیرن میگن که اینا گذشته‌شون حرامی بودن چون که از مادرشون، این هم غلط است، چون که صحابه و تابعین آمدن این حکم دادن برای ما. فقهای ما هم ببین اینجا از امام سرخسی و از کاسانی و از اون مثال آوردیم که هیچگاه اونها رو چه فرزنداشون حرامی ندونستن، بلکه فقط اونها جدا کرده میشوند، بیناشون جدایی انداخته میشود، لیکن فرزنداشون فرزندای حلالی هستند. و السلام علیکم و رحمت الله.